بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم مشاهدي الكرام، مع حلقة جديدة مع السيد مصطفى علي هداية، متفكر ومحقق في تاريخ والوضع الداخلي في عموم جغرافية ما تسمى إيران. دیداری جدید با آقای پژوهشگر مفکر از فرزندان بزرگ ملت ترک و آذربایجان، مختص در شؤون تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی ملل داخل جغرافیای موسوم به ایران. همگی به ایشون خوش آمد میگیم. دیداری جدید و بحثی جدید آقای هدایت در رابطه با وضعیت تاریخی ساکنین جغرافیای موسوم به ایران و تأسیس حکومت‌های چه تاریخی چه نوین در این جغرافیای موسوم به ایران امروز خواهیم بود با جناب علی که برای بینندگان و شنوندگان برنامه‌های الاهوازی داشته باشیم. خوش آمد میگم به جناب علی. بفرمایید صحبت با جناب علی و از اونجا شروع میکنیم که آیا در تاریخ این جغرافیا آیا حکومت‌های یا دولت‌های واحدی بوده؟ مراحل تاریخی حکومت‌های متنوع، حالا چه در کل جغرافیای موسوم به ایران یا در جغرافیای مختص ملل ترک، آذربایجان، بلوچ، عرب، الاهواز و غیره. خواهشاً اختیار موضوع با جناب علی بفرمایید. بسیار متشکرم. سلام عرض می‌کنم حضور شما و بینندگان عزیز. ببینید، قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم مقدمه‌ای بسازیم، یه فونداسیون، یه پی بریزیم که بتونیم ساختمان تاریخ ایران رو روش بذاریم. اولا خود کلمه ایران خیلی جدیده. دوستانی دارم که در کشورهای مختلف زندگی میکنن. الان من رو وصل کردن به هندوستان، ویدیوهایی از اونجا میاد که اونجا نشون میده که زرتشتی ها اونجا بودن. اون چیزهایی که در فردوسی گفته میشه اونها همش تو افغانستان و هندوستانه. و تاریخ ایران، تو کلمه ایران بنا به گفته اون رهبران زرتشتی در هندوستان که به انگلیسی هم صحبت میکنن در این ویدیوهایی که به من ارسال میشه، ایران، کلمه ایران وجود نداشته در گذشته. یه چیزی شبیه به واژه ایران وجود داشته که لفظ معنای مذهبی داشته. این اون چیزیه که اونا میگن. اما واژه ایران، کلمه ایران بسیار جدیده در قاموس جغرافیایی که امروز ایران خوانده میشه. بسیار جدیده. این در جنگ تبلیغاتی به کار رفته. اولین بار وقتی به کار رفته در دوره عثمانی بوده. عثمانی ها و صفوی ها که مشکلات سیاسی داشتن با هم، دو خانواده ترک بودن، در مقابل هم بودن. این منازعات، جنگ روانی با نقش اول. میدونیم که در تمامی جنگ ها جنگ روانی نقش اصلی رو بازی میکنه. شما از نظر روانی طرف رو مغلوب میکنید، بعد از نظر نظامی هم بهش مغلوب میشید. این اصل جنگه. یعنی اون وقت مثلا حالا ببینید در اون دوره مثلا صفوی ها به اونا نامه به ترکی می نویسن که ما ترکیم، از خودتونیم. اونها به صفوی ها، عثمانی ها به صفوی ها به فارسی می نویسن. البته این اسناد احتمالاً 50% ساختگی باشه، چون برای اینکه ببینیم درسته یا نه باید به آرشیو ایران مراجعه نکنیم. ایران آرشیو نداره متاسفانه. حالا در مورد آرشیو هم امروز صحبت میکنیم، ولی عثمانی آرشیو داره.
متاسفانه وقتی میگیم آرشیو داره، در جنگ جهانی اول که عثمانی شکست خورد، متاسفانه در دوره آتاتورک تمامی آرشیو، بخش مهمی از آرشیو، نگم تمامی آرشیو، رو به عنوان کاغذ باطله فروختن به بلغارستان. میدونید به عنوان کاغذ باطل فروختن به اونا بردن که داخل اینها اسناد تاریخی، آرشیوهای تاریخی، کتابهای تاریخی، دستنویسهای تاریخی و اینا نگه داشتن. الان مثلا باید برای هر کتاب به اندازه وزن خودش طلا بدی تا بتونی این کتاب رو، اون آرشیو رو ازشون بگیری. یه چنین خیانت‌هایی شده در تاریخ. یعنی شما معذرت میخوام، در واقع یعنی ممکنه عمدن این کار کردن که تاریخ داخلی جغرافیای موسوم به ایران گم کنن که حقیقت روشن نشه. ببینید وقتی که روس‌ها اومدن در دوره قاجاری اردبیل رو گرفتن، بنابر شواهد تاریخی وارد اردبیل که شدن، کتابخانه اصلی اون بقعه اردبیل رو، شیخ صفی رو که کتابخانه خیلی بزرگ خط دستنویس بود و شاهان صفوی، از شاهان صفوی تا الان کتاب‌هایی نوشته می‌شد یا آثار فرهنگی که خلق می‌شد، ادبی، هنری، اینها رو وقف اون مسجد می‌کردن و اون مسجد کتابخانه بسیار بزرگ خطی داشت که ازش مراقبت می‌کردن کارشناسان. ولی چیکار کردن؟ وقتی روس‌ها اومدن کتابخونه رو لیست کردن، من در جوناس تیوی اسامی کتاب‌ها رو منتشر کردم. اسامی کتاب‌ها الان موجوده و همه اینها رو با خودشون بردن به روسیه. یعنی تخلیه میکنن شما رو، شما دیگه آرشیو ندارید، تاریخ ندارید. وقتی میگن کتاب ترکی کو، میگیم که مثلا کتابخونه روسیه برده، ایران آتیش زده، از بین برده و یه تعدادی هنوز در کتابخونه ها هست. ولی این که شما نمیدونید، جدی من بهتون بگم، الان میگم این بحث که داره میاد خیلی عالیه. چند روز پیش یه دوست دیگه مقاله نوشته بود، استناد کرده بود به 2 کتاب. گفته بود که آقا شما میخواید با تاریخ زبان ترکی آشنا بشید، کتاب‌های ترکی آشنا بشید، بدون که کتاب ترکی خونده باشید نمیتونید بگید کتاب ترکی وجود نداره. شما باید اول برید بخونید، بعد ببینید که تو این کتاب‌ها کدوم کتاب‌ها رو به عنوان منبع ذکر کردن و کجا هستش، تا بعد بگی آقا من خوندم کتاب، تلاش کردم کتاب ترکی بخونم یا کتاب عربی بخونم، پیدا نکردم. ولی شما نخوندی، فقط به این که رفتی 2 کتاب فارسی خوندی یا نخوندی داری میگی که آقا کتاب ترکی نیست. خب باید اجازه داده بشه و شما باید تلاش بکنی پیدا بکنی، بعد ادعا بکنی که نیست. حالا آرشیو عثمانی هم این بلا سرش اومده. وقتی عثمانی شکست میخوره، اصلا قرار بر اینه که آرشیو ذهنی این ملت تغییر بکنه. برای همین من وقتی با شما هم بحث کردم، قبلا عرض کردم که ذهن ما شستشوی مغزی شده. برای اینکه اول اومدن آرشیوهای سیاسی، فرهنگی، ادبی، هنری، تاریخی، شهرسازی، معماری ما رو از بین بردن. حالا میخوان یه چیزی به جاش بسازن. برای ما میگه آقا تو نداشتی، تو حافظه تاریخی نداری، تو تاریخ نداری، من برات یه تاریخ میدم، بیا کوروش، بیا هخامنش، بیا تخت جمشید. میدونی این چیزیه که دارن میسازن. ولی ما چی کار میکنیم؟ ما باید برگردیم ببینیم که بوده یا نه. کلمه ایران وجود نداشته. کلمه ایران جدیده، خیلی جدیده و در سال 1313 این مشاوران فراماسون های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی که در ایران بودن و در اون مقطع هم آلمانی ها بسیار نفوذ داشتن بر روی رضا شاه، اومدن بهش گفتن آقا این ایران، این رو بکنیم ایران. تا اون لحظه ایران نبود، با آنکه این پهلوی در 1304 شاه شده بود، 304 شاه شده بود، ولی از اون روز تا 13 یعنی 10 سال اسم اینجا ممالک محروسه بود، کلمه ایران وجود نداشت. حالا شما میگید که این پانفارسا میان میگن که آقا شما دارید دروغ میگید، روی تمبرهای دوره قاجار، روی تمبرهای فلان، روی پاکت ها، روی مهرها، روی سکه ها اسم کلمه ایران وجود داره. میگیم آقا یک کتابی هست، آقای ابونظار، یک کتابی هست به نام عدده.
با عدد نوشته، اسم کتاب عدده 1984، مال 46 سال پیشه. این کتاب یه شخصی به نام جورج اورول در لندن نوشته، گفته که آقا اون درباره مارکسیسم لنینیسم روسیه صحبت میکنه در اون کتاب، ولی یه جامعه‌ای رو ترسیم میکنه که دولت جدید میاد روی کار، تاریخ دولت‌های قبلی رو از بین میبره، ذهن جامعه رو از بین میبره. حالا مثلا میخواد یه عکسی رو منتشر بکنه، از اون عکس که مثلا عکسی که دستشه افرادی که دلش میخواد حذف میکنه و افرادی که دلش میخواد رو داخلش میذاره منتشر میکنه. ببینید در ایران همین کارو کردن. این در ایران دور رضا شاه اومدن تمبر چاپ کردن به نام، مگر چاپ کردن تمبر خیلی سخته؟ سخت نیست. من میتونم مثلا بعد اگر همین الان شروع بکنم، فردا میتونم یه تمبر چاپ بکنم مال 2000 سال پیش، بگم کوروش داشته تمبر داشته. یکی از دوستان ما تو تبریز، ایشون چیز شناس است، دوره ایلام شناسه، اومده گفت آقا خط میخی رو چجوری می نویسن، ایرانی ها چجوری جعل میکنن، اومده ابزارش رو درست کرده داره می نویسه. میگه آقا ببینید همین رو بذارید اونجا، بگید که این بپذید، بگید گل سفاله، نه بذارید اونجا بگید که خامه، گل خامه. اینجوری خیلی ساده است جعل تاریخ و اینا خیلی به راحتی نشستن هم جعل کردن، سکه جعل کردن. من امروز یه خبر شنیدم برام خیلی جالب بود، میگه که جنگ جهانی اول وقتی عثمانی شکست میخوره و آتاتورک میخواد حالا جنگ رو یه جوری جمع جور بکنه، البته آتاتورک این کاره نبود، ولی به هر حال از این بگذاریم، این بحث نیست. اگه یه روزی شد من خود این در مورد این آتاتورک و اون مقطع چه اتفاقاتی داره میفته بحث خواهم کرد. ولی یه نامه نویسه به فرمانده گشون در آذربایجان که الان ایران و آذربایجان که در شمالی هستش، جمهوری آذربایجان. جمهوری آذربایجان قصدش. جمهوری آذربایجان فعلی نه. آذربایجان در این مقطع شامل ارمنستان و گرجستانه، به اضافه بخشی که به روسیه دادن. خیلی بزرگه در اون مقطع، خیلی بزرگه آذربایجان شمالی، مثل الان نیست. برای همین میگم تاریخ ذهن ما رو چیز کردن، شستشو دادن. در اون مقطع یه نامه می‌نویسه، میگه آقا ما پول نداریم برای ادامه جنگ، ببینید شما میتونید از آذربایجان، از مسلمانان قفقاز یه پول بگیرید برای ادامه جنگ. ایشون این فرمانده اونجا، قشون عثمانی در اونجا، این نامه رو میبره به یه آقای ترک، میگه که ما در یه چنین، به اعتماد داشته بهش، اعتماد داشته، یه بازرگان، یه تاجر بوده، میره میگه که ما الان وضعیت جنگیمون خیلی بده و نیاز داریم. نامه آتاتورک رو هم میده دست ایشون، میگه ببینید الان از زبان من فکر نکنید که دارم اینو فرمانده جنگ برام میفرسته. این آدم نگاه میکنه میگه که آقا اوکی، لازم نیست شما از یه جای قرض بکنید، من 500 کیلو طلا میدم، 10 میلیون لیره اون زمان از روسیه بدهی داشتم بهش، اونو میگیره میده و آتاتورک براش مینویسن که آقا ما این قرض رو به شما پرداخت میکنیم. میگه که ما برادر هم هستیم و برادر وقتی برادر نیاز داره بهش قرض نمیده، برادر به برادر کمک میکنه که برخیزه. ببینید حالا ما اینها رو نداریم دیگه، یعنی یه جوری کردن که ما تو تاریخ، من الان امروز از پروفسور دکتر ضیا صدرالاشرافی پرسیدم که ایشون این ویدیو رو برای من فرستاد، پرسیدم که آقای دکتر چه بر سر ما اومده؟ در دوره جنگ جهانی اول به ما گفتن که روسیه آذربایجان رو اشغال کرده، ولی ما در جنگ جهانی اول می‌بینیم که ارتش اردوی عثمانی تو آذربایجانه، تو گرجستانه، تو ارمنستان فعلی، اون زمان آذربایجان بوده. چطوری ممکنه که این خاک‌ها از ایران جدا شده بوده ولی
به جای اردوی روسیه اردوی عثمانی در اونجا بوده. این چطور ممکنه که وقتی اردوی عثمانی به پول نیاز داره، آذربایجان این همه پول رو میفرسته و قرض حساب نمیکنه؟ بانک یهودی نیست که بگه آقا بیا و بگیر دیگه. نه، ببین ذهن ما رو دستکاری کردن، آرشیف‌ها رو از بین بردن. به هر حال برگردیم به نام ایران. نام ایران بسیار جدیده. در 1313 فراماسون ها نوشتن، به رضا شاه دادن. رضا شاه این رو هم علنی رسمی کرد و شد کشور جدید. این از ایران. اما برگردیم به ایرانی که این در ذهن ما رو شستشو دادن. همه فارس ها و بسیاری از پانفارس ها چه کسایی هستند؟ اونایی هستند که ترکن، عربن، بلوچن، لورن، بختیاریان، گیلکن، مازنن، قشقایی، ترکمن، آذربایجانی هست، نمیدونم تالش، کرد، ولی خودشو فارستر از فارس میدونه، بیشتر از فارس ها از ایران دفاع. این پانفارسه. حالا چی اتفاق افتاده؟ ذهن این پانفارسا و فارسا اینه که آقا ایران در تاریخ همین گربه‌ای که الان هست همین بوده. اینها اصلا نمیتونن تصور بکنن که یه روزی روم ها، یونانی ها حمله کردن، اسکندر مقدونی اومده در اینجا دیگه اصلا وجود خارجی، سرزمین اشغال کنه، یه حکومت دیگه است. خب اینو نمیتونن. بعد عرب ها اومدن و اینجا اصلا دیگه ایران، حتی اگر ایران وجود داشته باشه آقای ابو نزار، فرض رو باید بر این بذاریم برای این پانفارسا که آقا فرض بگیر ایران اصلا وجود داشته تاریخاً. وقتی یونانی ها اومدن اشغال کردن دیگه شما نه حاکمیت دارید، نه دولت دارید، نه چیزی دارید. کجا ایران بوده؟ سوم این که عرب ها میان، اسلام میاد، عرب ها نه، اسلام میاد و اینجا رو تسخیر میکنه. اینجا وقتی دیگه هیچ مملکتی، هیچ پادشاهی بدون اجازه عرب مسلمان نمیتونه برای خودش حکومت میکنه، شما چطوری میتونید از یه ایران حرف بزنید؟ بعد ترک ها اومدن، مغول ها اومدن و بعد دوباره ترک ها و اینها. خب شما از چه؟ حالا گسترشگاهی مثلا ترک ها اومدن، حالا امپراتوری اسلام که خیلی بزرگه، از هند شروع میشه میره تا اروپا و آفریقا. شما کجا این رو ایران میخواید بگید؟ مغول ها هم همینطور. مغول ها دومین بزرگترین امپراتوری هستند در از نظر وسعت خاک. شما کجای این خاک مغول ها رو میخواید بگید ایران؟ خب حالا این تصور رو اینها اول ندارن که خاک وجود داشته. بعد سرزمین ترک ها بوده، عرب ها بوده، سرزمین ترک ها بوده. 1000 سال اخیر اینجا تحت فرمان ترک ها بوده و شما واژه ایران رو هم ندارید در این 1000 سال. حالا یه چیزی که آقای ابو نزار اتفاق افتاده اینه که صحبت سر اینه، آیا کلمه ایران اسم جغرافیا هست یا اسم حکومت، سیستم سیاسی حاکمه؟ باید برگردید ببینید که در کتاب‌های مختلف، حتی اونایی که پهلوی‌ها نوشتن، جعل‌هایی که فراماسون‌ها انجام دادن، مثلا شاهنامه فردوسی که یه جعلیاته، سرتاپا جعلیات، بگیم که این وجود داشته. آقا 1000 سال پیش یه شخصی مثل فردوسی کاغذ پیدا کرده، روی کاغذ نوشته. خب اینو بپذیریم اصلا، بگیم آقا ایران کجاست؟ مرز این ایران کجاست؟ در فردوسی نامه ایران یک واژه سیاسیه آقای جغرافیا نیست. جغرافیا چیه؟ فرق جغرافیا با سیاست چیه؟ فرق جغرافیا اینه که تا الان اسم هندوستان انگلیسی اندیا بوده، خودشون هم هندی میگفتن. عثمانی اسمش عثمانی بوده ولی الان بهش میگن ترکیه. این اسم سیاسیه. تا دیروز اسم سیاسی اینجا عثمانی بود، الان ترکیه هست. تا دیروز اسم اونجا هندوستان بود، الان میخوان بذارنش کشمیر، نمیدونم هرچی. الان اسم این جغرافی ایرانه، فردا ممکنه بشه آذربایجان جنوبی، الاهواز، بلوچستان غربی، ترکمن صحرای جنوبی و. یعنی نگاه کنید، برای همین سیاسیه
با تغییر حکومت سیاسی و با ماهیت سیاسی عوض میشه، از بین میره. پس ایران اسم جغرافیا نیست، اسم تاریخی نیست، اسم یک واحد و سیستم سیاسیه که 1313 به وجود اومده، ممکنه یکی دو سال دیگه هم از بین بره. حتی به عنوان کارشناس علوم سیاسی باید پرسید در دوره پهلوی از 1313 14 درست تا 1357 اسم اینجا اصلش دولت شاهنشاهی ایران. ایران نیست آقا، اسمش دولت شاهنشاهی ایرانه. برای همین الان در حتی گفتمان خیلی از فرزندان ملل با عنوان جغرافیای موسوم به ایران یا جغرافیای جعلی، چون حقیقتا همینطور که جناب عالی اشاره کردید این تصمیه سیاسیه، ملی نیست، تاریخی نیست. یعنی الان بگیم سرزمین آذربایجان حدود، مرز و تاریخ و فرهنگ و آثار خود ملت داره، اهواز همینطور، بلوچ همینطور، ولی شما در رابطه با ایران میای ببینید در جغرافیای مللی که هستن، برید در آذربایجان میبینی که آقا فرهنگ این ملت فرق میکنه، لغت این ملت فرق میکنه، لباس و الی آخره فرق میکنه. پس این تسمیه یا ایران سیاسیه و قومی نیست یا ملی نیست. و ابونظار واژه کلمه جغرافیای ایران اشتباهه. ما برای اینکه به ایران هویت جغرافیایی میدیم، شما در تاریخ حتی اون فردوسی خاک مشخصی رو ندارید که اسمش باشه ایران. من یک کار تحقیقاتی انجام دادم و نوشتم و گفتم هر کسی میخواد نقص بکنه بیاد نقص بکنه. ما در این جایی که ایران گفته میشه، یک جغرافیا، یک شهر، یک روستا، یک ده، یک کوه، یک دره، یک درخت نداریم اسمش فارس باشه در تاریخ. این استان فارس اسمش استان فارس نبوده. استان فارس بعد از دوره پهلویه. قبل از اون ما فارس نداریم. اگر داشتیم، هر کس ادعا میکنه. حافظ اومده در مورد رکناباد شعر گفته، یه رودخونه فصلیه، نمیدونم حالا رودخونه هم نیست، یه برکه، یه چیز جوی آبه. ولی چرا حافظ در مورد فارس حرف نزده؟ چرا در مورد در مورد هر چیزی؟ قطعتون میکنم صحبت جناب علی. البته منطقه فارس الان بحث های زیادی روش شده که یکی از فرماندهان، میدونیم واژه فارس یا فارس به عنوان شجاع در لغت عرب تعریفش اینه، شجاع. و این میگن الان خیلی بحث های تاریخی عرب میگن اصلا این فارس که اینا میگن اصلا اینا اشتباه میکنن، این یک فرمانده عرب بوده که از اون سمت خلیج عرب آمده اینجا حکمرانی کنده، یه خانواده بعضیا اینطوری بله، اصلا ربطی به این فارسی که اینا میگن نیست. من حتی ویدیو دارم از اون منطقه که شهروندانش میگن که آقا این منطقه فارس فرزند فلانی 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 که در این تاریخ برهه تاریخ اینجا حکمرانی میکردن، در همون منطقه خلیج و سمت شیراز اصلا. بله بفرمایید. این بحث بسیار جالبیه، باید دنبال این بحث رو گرفت. من فکر میکنم که این تئوری خیلی بهتر به نظر عاقلانه تر میاد، برای اینکه عرض کردم در حتی سرزمین که امروز ایران نامیده میشه و شکل گربه رو داره، این سرزمین هم شما 100 سال قبل، 120 سال قبل استانی به نام شیراز، اصلا دوره صفوی استان نداشتیم که اسمش استان فارس باشه. استان یه ترم جدیدی که در 1314 15 اومده به وسط اومده. یعنی ما اصلا کلمه استان، شهر و شهرستان اینها خواستن فارسی قدیمیش بکنن، اومدن اینها رو ساختن. قبلا ما نداشتیم نو، درنج فارس هم نداشتیم، آخه فارس هم نداشتیم. خب ببینید این هم یک مسئله، یعنی ما از نظر جغرافیایی ایران وجود نداره. چیزی که وجود داره
واحد سیاسی جدیده، حکومت جدیده که عرض کردم در دوره پهلوی ها اسمش بوده شاهنشاهی ایران، دولت شاهنشاهی ایران یا شاهنشاهی ایران. کتاب‌های درسی اول اون دوره یادتون هست، دوره ابتدایی راهنمای دبیرستان نگاه بکنید هنوز اون اسم شاهنشاهی ایران هستش. خب دوم بعد از جمهوری اسلامی انقلاب 57 اسم اینجا تغییر کرده آقا. اسم اینجا ایران دیگه نیست، شاهنشاهی ایران هم نیست، اسمش جمهوری اسلامی ایرانه. ایران نیست. هر کسی اسم اینجا ایرانه. عرضم به حضورتون در رابطه با همین صحبت جناب عالی، اگه یادتونه سال 55 و 56 آمدن یک واژه جدید به شاه دادن، شاه شاهان. خواستن اینه تعمیم کنن، پخش کنن که آقا شاه ایران شاه شاهانه، یعنی از همه شاه‌ها، و این خودش تعریف سیاسی جدیده. آقای هدایت در رابطه با مسائل تاریخی در مورد شاه شاهان هم یه نکته رو عرض بکنم خیلی جالبه. ببینید شاه شاهان در گذشته به این گفته میشد که در یک کشوری حالت فدرالی وجود داشت، شاههایی بودند، سلطانهایی بودند و بالای اینها در رأس هرم اینها که به اون شاهان کوچولو مشروعیت سیاسی میدن یه شاه برتر بود، مثل خلیفه اسلام. در اسلام در اون بالا بود، ولی برای هر منطقه یک حکمران میفرست و این حکمران ها خلیفه نبودن، اونها زیر فرمان خلیفه و مطیع خلیفه بودن. اما وقتی به این پهلوی گفتن شاه شاهان، در اون منطقه‌ای که ایشون حکمرانی میکرد یه دونه شاه وجود نداشت که ایشون شاه شاهان باشه. تخیل بود آقا، این تخیل بود. آقا ما در رابطه با همین موضوع، در رابطه با آثار تاریخی، بله الان جناب عالی بری آذربایجان جنوبی یا بلوچستان، اهواز، کردستان و مناطق دیگه آثار تاریخی هست، یعنی ساختمان ها و چیزهای دیگه، حتی سفال و الی آخره هست. در رابطه با 100 سال اخیر همونطور که جناب عالی ذکر کردید ایران، الان ما شاهدیم که نظام اشغالگر ادعا میکنه که آقا ساختمان کوروش و قصر کوروش و حکومت و غیره، ولی ما خیلی از مستندات هست که اینها دارن این آثار تاریخی ملل رو دارن میبرن یا تغییر میکنن. در رابطه با این موضوع آیا این به علت اینکه واقعا ایرانی نبوده، اصلا اینا فرهنگ و تاریخ و غیره نداشتن، یا میخوان هویت این ملت ها را از بین ببرن، همینطور که در رابطه با تاریخ کتاب ها، آثار تاریخی، کتب، تسمیه و غیره را از بین بردن که این ملت ها بدون هویت باشن؟ آیا غرض از این همین محو هویت ملت هاست یا غرضی دیگه دارن، یا واقعا اصلا اینا فرهنگ و آثار تاریخی دارن؟ ببینید آقای ابونظار، قبل از اینکه به شما سوال شما جواب بدم اجازه بدید به یه حادثه تاریخی دیگه اشاره بکنیم و ببینیم که اصلا در این منطقه یه چنین چیزی وجود داشته یا نه. ببینید برای اینکه یک ملت بگیم که این ملت دارای فرهنگ، اصلا مفهوم فرهنگ که مشخص نیست، نمیدونیم چیه، عربیش خیلی مهمه، دارای تمدن بوده، باید اینو نمادش رو ببینیم. یعنی باید ببینیم که این چی داشته، رو خاک چی داشته، از نظر فکری چی داشته. آخه ملتی که فکر نداشته باشه آقای ابونظار نمیتونه بسازه. شما باید اول فکر رو بسازی. ببینید ما میگیم که هزارتون اسلامیه، تمدن اسلامی. تمدن اسلامی وقتی میگیم آقا یه فردی بوده به نام حضرت محمد، یه دینی آورده به نام اسلام با این مشخصات و این مشخصات یه آدابی داشته به نام اجتماع روزانه چندگانه و خواندن نماز و عبادات. برای اینکه اینها اونجا باشن باید یه ساختمونی به تدریج ساخته میشد، یه چیزی ساخته شد به نام مسجد برای اون عمل. نگاه کنید، نهاد ساخته شد. آقای
ابو نضال یه نهاد ساخته شد به نام مسجد و نماز و جماعت. نگاه، اون دین یه فرهنگ ایجاد کرد، یک تمدن، اون تمدن یه تولید روانی ایجاد کرد، بعد یه تولید اجتماعی ایجاد کرد، آدم ها کنار هم جمع بشن صحبت بکنن و بعد یک بنا براش ساخت، یه مشخصی ساخت منحصر به فرد. شما در هر جای دنیا اون شکل رو ببینید میگید که این اسلامه، اینجا این اسلامه، لازم نیست اونجا بنویسید مسجد. شما اینو میبینید این هزاره اسلامیه، نماد هزاره اسلامی. خب این حالا ایران چی داشته در تاریخ که ما بگیم یه نماد تمدنیش چی بوده؟ یه بنای تاریخیش، یه نهاد تاریخیش چه مونده باشه. آقا نهاد موندگاره. آقای ببینید وقتی مثلا ببینید مسیحیت اومده کلیسا ساخته، هنوز هم هست، 2000 سال گذشته، 2500 سال گذشته و نه هنوز هست. اسلام اومده مسجد ساخته، هنوز هست. مسیحیت، یهودیت اومده یک کنیسه ساخته، هنوز هست. یه دیرم باشه یه کتاب نوشته به اسم زبور، تورات، قرآن هست. مسیحیت دیرم نوشته باشه، 1000 سال پیشم نوشته باشه، یک کتاب نوشته به نام ببینید اون عقایدش و اون سیستمش اونجا نوشته، موندگاره. قرآن این یازود یک کتابی که نوشته اسلام موجوده، اون تمدنشو داره. آقا این پارسا و ایران چه آثار تمدنی ایجاد کردن دادن به بشر که بگیم آقا دستمونه؟ کدوم کتاب دستمونه از اونها؟ کدوم یک نهاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی رو جا گذاشته بگیم که آقا نه اینها زرتشتی بودن؟ خب آقا علایق زرتشتی کو؟ اینها تجارت داشتن. خب آقا این کاروانسراشون، بازارشون کو؟ اینها نمیدونم یه فلان. آقا تمامی این جاهایی که بهش میگن آتشکده، این تمامی اینها برج‌های دیدبانیه. احسنت. تمامی اینهایی که الان میگن آتشکده همشون دور از شهرن. میپرسی آقا چرا برج آتشکده شما داخل شهر نیست؟ مردم برای اینکه برن اون آتشکده زیارت بکنن باید یک روز کامل 34 کیلومتر حداقل باید برن اونجا، یه شب نمونن یه هفته طول میکشه تا برن اونجا. واقعا حرف منطقی و عقلانی واقعا. ولی چیه؟ ولی این آتشکده هایی که اینا میگن دیدبانیه. یعنی چیکار میکردن در گذشته تاریخی؟ سربازان نمیتونستن هی برن و بیان که اینها با مثلا با یه چیزی، یه اسبی، یه مساحتی رو میمدن میدادن به این میرفت، یا آتش روشن کردن اون متوجه میشد با دودش، با آتیشش متوجه میشد، پیام رو میداد به بعدی، همینطور میرفت تا مرکز. خب ببینید ما با یک شستشوی مغزی روبرو هستیم. اومدن کبوترخانه ها رو تبدیل کردن به عبادتگاه. آقا این اصلا مشخصه داخلش کاسه هست، لونه هست. برای ببین در چی اینا هزاره نداره، هزاره لدیهم. اونها دارای تمدن نیستن برای اینکه آثار تمدنی ندارن. حالا ببینید اخیراً میگن سال 2003 2004 وقتی در تبت یک کتابخونه داشتن، دیوار یک کلیسا، یه معبد بودایی ها رو داشتن تعمیر میکردن. یه دیوار میریزه، یه دیواری که چسبیده بود به کوه، این معبد به کوه چسبیده، کلا به کوه چسبیده. نگاه کنید، خیلی دقت بکنید. یه روستاست کوهستانی، اصلا خودتون میدونید که تبت منطقه کوهستانیه، بالاترین کوه دنیا در اونجا وجود داره، بلندترین کوه دنیا در اونجا وجود. حالا اینجا میخوان معبد درست بکنن. این معبد رو ببینید، تمدن که میگن اینه، میان یه معبد درست میکنن، این معبد میچسبه به کوه و حالا 2000 سال بعد، 1000 سال بعد، 500 سال بعد، 400 سال بعد دیوار اینجا رو میخوان تعمیر بکنن، یه دیوار فرو میریزه. میبینن اینجا که فکر میکردن کوهه، یک کتابخونه است با 85,000
کتاب خطی تاریخی در جعبه‌های چوبی خاص، اندازه‌های خاص با قفل شده. آقا تبت چند هزار سال پیش اومده یک کتاب برای ببین هزاره اینه، تمدن اینه، گفته که من کتاب تولید میکنم. حالا تبت با ایران چه فرقی داره آقای؟ تبت تماما کوهستانی، امکان کشت و زرع نیست، اکثر سال برفی. وقتی آدم ها از ایران برن اونجا به خاطر اینکه اونجا هوا خیلی کمه میمیرن، مریض میشن، قلبشون مریض میشه میمیرن. برای اینکه بتونن برن بالای کوه باید روزی 100 متر برن و در عرض 1 ماه برن تا برسن به 1000 متری، چون که هوا نمیتونن بکشن، بدنشون عادت نمیکنه میمیرن. در یه چنین فضایی اونها اومدن یه تمدن ساختن. این تمدن کتاب تولید کرده. آقا 85,000 جلد از یک کتابخونه اینها در اومده. حالا این تمدن چی کرده؟ تمدن گفته آقا من وقتی دارم این کتاب اولا می‌دونیم که در تاریخ هم در همه جای دنیا، مصر رو نگاه کنید، هریکلیف داره، یعنی اون کاغذهایی که پاپیروس رو می‌نوشتن یا اون تصاویر که در معابد مصر قدیم بوده، اینها نوشتار بوده، اینا مقدس بود. نویسندگان اینا مقدس می‌شدن، کسایی که توانایی خوندن داشتن مقدس می‌شدن، محله‌های نگهداری اینها مقدس بود، برای اینکه این ویژگی خاصی داشت که شما میتونستید از نسلی به نسلی، حافظه نسل قبل، تمدن نسل قبل، فرهنگ نسل قبل، دانش نسل قبل رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنید. برای همین خط در همه جای دنیا مقدس بوده. برای همین وقتی موسی میخواد پیغمبر بشه میره کوه سینا، با 10 فرمان گلی برمیگرده که روش نوشته دزدی نکنید، فلان مقدسه، هنوزم مقدسه. میلیاردها دلار اون لوحه ها اگه پیدا بشه هر کدوم میلیاردها دلار ارزش داره، برای اینکه مقدسه. وقتی موسی همینطور، عیسی همینطور، محمد هم همینطور. محمد با اقرا شروع میشه و کتابت براش خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر اشتباه نکنم من آمارش نوشتم، هفته گذشته داشتم بررسی می‌کردم، در قرآن فکر می‌کنم 46 بار گفت، نه 17 بار گفت کتاب، کلمه کتاب، از کلمه کتاب مشتقات کتاب رو نوشته. گفته یکتب بکنید، مکتوب بکنید، اکتبو فلان، امر کرده. ببینید برای نوشتن این تمدن اول با نوشتن اقرا شروع میشه. اسم ربک الخیر. نه واقعا این تمدن با این شروع میشه. فارسی رو چی شروع میشه؟ ولی در مقابل جماعت هیچی ندارن. خب ببینید اون وقتی که میگه اقرا، میگه که آقا اینو باید حفظ هم بکنیم. حفظ هم تحفظه، یعنی ازبر کردن، و هم این که نگهداریه. حفظ فقط چیز نیست. ما وقتی میگیم حفظ قرآن رو حفظ میکنن، نه آقا، قرآن رو محافظت هم میکنن. یعنی باید شما بگید یه دشمن ممکنه فردا بیاد مسیطر بشه، سیطره پیدا بکنه و اون وقت چیکار بکنه؟ بیاد این آثار ما رو از بین ببره، آتیش بزنه، ببره. اصلا مثل روستا بردن. چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا اینها رو یه جاهای مخفی پیدا بکنید، این قرآن ها رو، این کتاب هایی که ما تولید کردیم تمدن، اینها رو پنهان بکنید. حالا میگه که آقا هدایت، آخه چرا با یک کتابخونه رو باید پنهان بکنم؟ میگم وقتی یک جامعه با جنگ روبرو میشه آقای ابونظار، افراد پول خودشون رو، طلای خودشون رو میبرن پنهان میکنن تو دل کوه که دشمن وقتی میاد اینها رو پیدا نکنه. جونشون رو میدن، مالشون رو نمیدن. حالا اگر یک جامعه به حدی از فرهنگ و تمدن برسه که قرآن تولید بکنه، کتاب تولید بکنه و بگه که اگر همین امروزم شما اگر کتاب رو بدون وضو کلمه یه چیز هست، ببخشید فارسی وضو عربیه، ببخشید درسته، بدون وضو این رو لمس بکنید تقریبا یه گناه انجام دادید. برای اینکه ببین این یه فرهنگ ما. من یادم پدر بزرگ من یه عکس امامی رو زده بود خونه، همیشه روی اون یه پرده مینداخت. وقتی که میگفت وقتی انسان جنوبه، در خونه آدم جنوب وجود داره، نباید اون عکس رو ببینید، باید وقتی که همه غسل کردن تمیزن اون عکس رو میزد کنار و نگاش میکرد. یه تمدن وقتی ایجاد میشه
برای شما یه چیزهایی رو میاره، شما به اون ارزش قائلید، اونو حفظش جان میدید. مسلمان واقعی جان میده ولی اجازه نمیده به قرآنش توهین بکنن. برای همینی که وقتی حضرت محمد رو بهش کارتون میکشن، توهین میکنن در فرانسه، مسلمان در همه جای دنیا پا میشه، برای اینکه میگه اون مقدس منه، اون صاحب چیزی که برای من ایجاست، تو حق نداری توهین بکنی. نگاه بکنید حالا در اینجا آقای میبینیم که مسلمان ها و همه ملل اومدن برای حفظ اون آثار تمدنی کتابخونه ها رو مخفی کردن. چرا؟ عقلشون میرسیده که دشمن میاد چیکار کرده، این کارو کرده. خیلی ها به حمله کردن به اونجا، نتونستن کتابخونه رو پیدا بکنن. حتی وقتی مائو انقلاب فرهنگی کرد، تمامی آثار باستانی رو تلاش کرد از بین ببره، بفروشه و از بین ببرن. کتاب‌های قدیمی، بناهای قدیمی مثل رضا شاه، هر چی که قدیمی بود قبل از منه باید از بین بره. اومد این کتابخونه رو این معبد رو آتیش زد. مائو نگاه کنید، مائو میاد این معبد رو آتیش میزنه، ولی چون این کتاب‌ها رو داخل یه دیوار پنهان کرده بودن صدمه نمیبینه. الان که اومده بیرون چینی‌ها دارن بهش افتخار میکنن. البته ما نمیدونیم چینی‌ها بر سر اینها چه بلایی خواهند آورد یا بلا میارن، ولی میدونیم به هر حال 84,000 تا رو خودشون گفتن و باید اینو فردا تحویل بدن. حالا برگردیم به ایران و به سوال شما. اولا ایران هیچ آثار تمدنی نداره، بیمارستان نداره. آثار تمدنی که انسان مریض میشه باید یه جایی باشه، بیمارستان باشه. حوزه علمیه اون قدیمی فلسفه و اینا که نداره. آقا یونانی ها 2000 سال پیش، 3000 5000 سال پیش یه میگن فیلسوف داشتیم، ما امروز صداشو داریم. آقا ایرانی ها کدوم فیلسوف داشتن اونجا؟ البته ما باید بگیم فارس ها نه ایرانی. از ایرانی ها فارس ها هستن، ما عرب ها ایرانی نیستن. شما خود ایرانی میدونی؟ نه اصلا. ما آذربایجانی ها خودشون ایرانی نعوذ بالله آقا، نعوذ بالله. آذربایجان is not ایران. آقا بگو نعوذ بالله، بگو نعوذ بالله. ایران عبارت است از فارس و فارس ملت نیست. من بازم میگم ملت عبارت است از اون جمعی که میگه من خاک دارم، برای خاکم جان میدم، خاکم دشمن داره. نگاه کنید اینو میدونه، میگه من خاکم دشمن داره و من برای خاکم جان میدم. من تاریخ دارم، من زبان دارم، من هویت‌های ملی دارم، هویت فردی علاوه بر هویت فردی من هویت‌های ملی دارم. من تاریخ خاص خودم رو دارم، من جنگ‌ها دارم، من حکام دارم، من لباس دارم، من آداب و رسوم دارم، من کتاب دارم، من نوشته دارم، من شاعر دارم، من محقق دارم، من فیلسوف دارم. نگاه کنید. ولی فارسا نمیگن، فارسا میگن ما جغرافیا نداریم. من ایرانی میگم، ما فارسا میگم ما سرزمین نداریم. ملتی به نام فارس وجود نداره، یک زبانه. اینا میگن فارس یعنی یک زبان. ما ملت افرادی انسانهایی به نام فارس وجود نداره. خب سرزمین نداره، چیز هم نداره، خاک هم نداره، ملت هم که نداره، قوم و قبیله هم نداره. خب این ملت وجود نداره. اینا فارس، اینا ایرانن. ایران چون وجود نداره در یه چیز به صحبت‌های گرانبهای جناب عالم اضافه کنم. کلیه شخصیت‌های فرهنگی، پزشکی، علمی رو به خودشون میچسبون. مثل ابو علی سینا. ابو علی سینا هم اسمش هم سرزمینش، سینا کجاست؟ مصر و کشورهای عربی غربی عربیه، سرزمین سینا. علی هم که عربیه، متوجه؟ و خیلی از این نه ببینید بازم در همین جا ما هزاره و تمدن رو، حضاره و تمدن رو اشتباه میگیریم با افراد. بله. ببینید ممکنه که من ترک آذربایجانی باشم. خب این ممکن که من هستم، ولی من جزو حضاره و تمدن اسلامی هستم. من جزو تمدن چیز نیستم، فارس نیست. من مثلا در تاریخ آقا این ما باید ببینیم واقعا چیزی واقعا ما باید تمدن‌ها رو از هم جدا بکنیم. ترکیه تمدن اسلامیه،
ترکیه تمدن ترکی نیست. ترکیه تمدن اسلامیه. قبلا ترکیه و جاهای دیگه ترک بودن، تمدن خاص خودشون، ولی وقتی اسلام رو پذیرفت و تمامی آثار خودش رو به این منتقل کرد، تموم شد. ببینید مثلا ابن سینا، حالا اجازه بدید از اونجا شروع بکنیم. ایرانی ها هیچ کتابخونه نیومده در ایران، هیچ مسجدی که متعلق به ایرانی های قبل از اسلام باشه، عبادتگاه، معبدی که متعلق به قبل از اسلام باشه ندارن که بگن آقا این تمدن ماست. میدون نه آقا، شهری که میدون نداره، شهری اصلا شهر وجود. این هم یه اشتباهه. ببینید تا سال 1140 جمعیت 44 که این چیز میاد اونجا، این آمریکایی، هیئت آمریکایی میخواد یه کار تحقیقاتی انجام میده، برمیگردن. در اون مقطع این هیئت آمریکایی که یه تحقیق در 7 کشور خاورمیانه‌ای انجام میده، میگه که 80% تا 85% جمعیت در ایران ساکن روستاست یا کوچلوه، اصلیه، سکونت فصلی داره، ساکن روستاست. شهر 20% جمعیت. آقا وقتی مائو در چین خواست انقلاب بکنه، 80% از آسیا اینه، 80% جمعیتش روستا بود. برای همین گفت آقا انقلاب مارکسیستی امکان پذیر نیست، ما باید انقلاب روستایی بکنیم، باید روستاها شهرهای کوچیک. حتی در کوبا هست که اون تحصیل کرده ها رو در روستاها و در مزارع و اینا پخش کردن که انقلاب به قول جناب علی انقلاب روستا بکنن. ببینید تا 1340 در ایران شهر وجود نداشته. در بلاد فارس، منظور جناب علی بلاد فارس، ولی ما در مناطق دیگه داریم. نه اصلا ببینید حتی در بلاد دیگر هم شهر به مفهوم امروزی وجود نداشت. شهرها خیلی کوچیک بودن، خیلی کوچیک. واقعا صحیح. علتش هم این بود، روستایی خرماش و شیرش و گوسفندش و گاوش و شترش و نمیدونم پنیرش و رختش رو میبافت، نمیدونم پنبهش و فلانش و اینا رو میآورد در یه بازار میفروخت. اون بازار اسم شهر بود. شما نگاه بکنید بازارهای الاهواز رو نگاه بکنید، محله های قدیمی رو ببینید. الان الاهواز امروزی نه ها، الاهواز مال امروزه. البته الاهواز یه مقدار فرق میکنه، برای اینکه از وقتی که نفت از اونجا استخراج شد، اونجا شهرنشینی ملزم گشت، لازم شد که برای اینکه آنها که عمله های شرکت نفت بودن باید خونه می داشتن، باید بازار می داشتن، باید بیمارستان می داشتن. ولی قبل از اون اگه به تاریخ برگردیم، تعداد شهرها در آسیا، نه در ایران امروزی، این واحد سیاسی نه، کلا در آسیا تعداد شهرها بسیار اندکه و کمه، برای اینکه تمامی مواد غذایی مورد اینجا نیاز شهر باید از روستا بیاد. واقعا. خب این هم یه اشتباهه که اینا فکر میکنن شهر همیشه مثل تهران امروز بوده. نه آقا، تهران امروز 100 سال پیش، 120 سال پیش تهران امروز جمعیتش زیر 30,000 نفر بوده، زیر 30,000. دوره قاجاریه اینجا رو ساختن. این ری که میگن ری، خیلی هم عرب ها، من دیدم تو چیزهای عربی هم به ری خیلی تاکید میکنن، در ترک ها هم خیلی به ری تاکید میکنن. ری همین الانش 300,000 نفر جمعیت داره. فکر کنی که 1000 سال پیش اینجا مثلا یه روستا بوده مثلا 500 نفر 1000 نفر جمعیت داشته. بله، من در تاریخ در رابطه با همین موضوع آقای هدایت، بنده که کتاب‌های تاریخی اهواز میخونم، تقریبا در سطح اهواز تقریبا 6-7 تا شهر نبوده کل اهواز. یعنی از سوس بگیرید یا همون شوش که الان میگن تا خلیج عرب 4-5 تا شهر تاریخی هست دیگه. به قول معروف حتی من در زمان یه کتابی خوندم در رابطه وقتی اهواز قدیم اشغال کردن در عهد ساسانیا و اینا، میگن اصلا همون اشغالگر فقط در مرکز سوس بود ولی بقیه اهواز دست مردم بوده، همونجا مستقر بود ولی بقیه همینطور در شهرهای دیگه. بله بفرمایید. نه ببینید
ما شستشوی مغزی شدیم، همه چیز رو به ما برعکس فهموندن. ما فکر میکنیم که شهر همیشه شهر بوده. نه آقا، شهر همیشه شهر نبوده به مفهوم امروزی. این شهر امروزی لوله کشی آب داره، بازم نمیرسه. شما فکر بکنید که اینا گفتن نیشابور شهری بوده چند صد هزار نفر جمعیت داشته، با 500 تا 700 هزار نفر میگن جمعیت داشته. همین امروزش نیشابور 700 هزار نفر جمعیت نداره. همین امروزش که من با شما دارم یه این شهر رو اسمشو نیشابور، ببینید که چقدر جمعیت داره. نه آقا، جمعیت نداره. چطور ممکنه که 1000 سال پیش 500 سال پیش اینجا 700 هزار نفر جمعیت داشته؟ من یکی از این آدم ها ایران فارسا، یه خانم یه مطلبی گذاشته، میدونید چرا به ما میگن عجم؟ عجم نمیدونم به فلان چیز میگن، به ما گفتن عجم. و اومده توضیح داده که عرب ها اومدن وارد خوارزم شدن. دقت بکنید سیستم شستشوی مغزی رو، یه جایی رو مثال میزنه که ایرانی اصلا نمیدونه کجاست. اولا فکر حتی اون نویسنده فکر کرده خوارزم شهره. نگاه کنید، مثل خراسان که فکر میکنم خراسان یه شهر. آقا خراسان شهر نیست. خراسان یک منطقه جغرافیایی از یه بخشی از بلوچستان شروع میشه، میره بالا، تو افغانستان هست، تو تاجیکستان هست، تو خیلی بزرگه این خراسان. ولی اینا فکر کردن، همین فارسا که دارن تاریخ رو تحریف میکنن، فکر کردن خراسان یه شهره، فکر کردن خوارزم یک شهره و اومدن گفتن آقا این ترک‌ها یا عرب‌ها، ببخشید، ابن تمیگن حالا اسمش یادم الان اگه نگاه کنم میارم. گفته که این رفته اونجا 3 روز کشتار کرده خوارزم، شهر خوارزم رو. روز سوم گفته اهالی رو جمع کنید میدان شهر. نگاه کنید این روزی میبینه ها، جمع کنید میدان شهر، من میخوام براشون صحبت بکنم. جمع کردن، گفته که 4000 نفر روشنفکر، فضلا یعنی روشنفکران، افراد باسواد و پولدار، الیت امروزی. آقا 4000 نفر اینها رو تو میدان شهر رو نگاه کنید. اینجا چند صد هزار نفر لابد جمع شدن. حالا در میانشون 4000 نفر اینها فضلا رو میشناسن، عالمن، ثروتمندن، مشهورن، سیاستمدارن، فلان. اینها رو جمع میکنه و گردنشون اونجا میزن و بهشون میگه از امروز، دقت بکنید، از امروز اگر هر کسی فارسی حرف بزنه من گردنشو میزنم. حالا نمیدونه خوارزم، عرض کردم در ترکمنستان و تا میره مثلا نزدیکای مغولستان، تا اونجا این گسته الان در 2 تا کشوره. خوارزم یه منطقه جغرافیایی در 2 کشور و در هر 2 کشور هم زبانش ترکیه. همین الان ترکن. و اینجا یه عربی رفته اونجا قتل عام کرده 4000 نفر رو در میدان شهری که نمیدونم. اگر آقا شما فرض بکنید اگر مثلا در تهران امروز بگید که این هم دانشگاه دارن، بگید که تهران چند تا استاد دانشگاه داره؟ 4000 نفر نداره. 4000 نفر استاد دانشگاه در اونجا نیست. در این حال که 16 میلیون نفر جمعیت داره تهران و اطرافش، 16 میلیون نفر جمعیت داره، ولی فاضل نداره. 4000 نفر الیت نداره. حالا اینجا میاد چی؟ میگه که ما 4000 نفر اونجا کشتن و بعد گفتن فارسی صحبت بکنید. عجمن اینا عجمن. نه آقا ببین ما یه چی میچه. حالا اینا تو کلامتون شکر، اینا اشتباه میکنن تو تعریف کلمه عجم. در لغت عربی کسی که هم لغت شما نیست، این بهش میگن عجم. یعنی شما صحبتش نمیفهمید، با اون صحبت شما رو نمیفهمه. حالا این عجم ممکنه عرب باشه، شما ترک باشی، با من صحبت میکنید، من برای شما عجمم. این در تعریف لغوی صحیح کلمه عجم. ولی اینا نمیتونن، اینا فکر میکنن هرچی عجم فارسه. هرچی عجم فارسه. من برای اینکه خوانندگان خودم و اون خانم ثابت بکنم اومدم از این شما یک لغتنامه دارید، قاموس چی؟ لغتنامه عربی هستش قدیمی. از عکس گرفتم که میگه یک
عرب به هر کسی که غیر عربه میگه عجم، به آفریقایی ها میگه عرب عجم، به ترک ها نمیگه، البته اینو در اونجا ندیدم، ولی به بقیه، به فارسا و همه چیز میگه. و جالبه یه مثال میزنه، میگه که عربهای عراق که نزدیک ایران هستن و لهجهشون با عربهای مرکز متفاوته عجم گفته میشه. میگه برای اینکه اینها با فارسی یا با عربهای اونور قاطی شدن، یه مقدار لهجهشون به اینا میگن عجم. آقا من اینو به این خانومم گفتم، اونجا هم نوشتم براش، صوتم گذاشت، منو چیز کرد رفت و من دانلود کردم. همه میخوان عجم کنن. آقا سوال آخر توضیح، چون الان وقت جناب عالی زیاد برگردم. من در عرض 1 دقیقه فقط اون بناها رو بگم. ببینید سوال شما، ببینید اینها تاریخ ندارن، اومدن تمامی تاریخ‌هایی که متعلق به عرب‌ها بود، به بلوچ‌ها بود، به ترک‌ها بود، به بقیه ملل بود، همه اینها رو تخریب کردن، تغییر معماری دادن و تلاش کردن برای خودشون یه تاریخ بسازن بر اساس ویران شده های ما که میگن آقا شما تاریخ نداشتید، و بر اساس ساختمون بر روی این بناهای قدیمی ما برای خودشون. اینها اومدن، عرض کردم مثلا فردوسی در مورد هر چیزی حرف زده، در مورد این اطراف شیراز و تخت جمشید چی حرف نزده. نه امکان نداره که تنها آثار فرهنگی اگه میتونست داشته باشن همونه. ببینید ما یه استاد داشتیم آقای دکتر مهدی محسنیان راد، ایشون رفتن تیسفون، نگاه بکنید این سوالی که شما گفتید، ایشون رفتن تیسفون با هلیکوپتر، جمهوری اسلامی رفتن اونجا با طناب، رفتن اون تابلو اندازه گرفتن، عرضش 100 و چند متره، طول ارتفاعش چقدره، قطرش چقدره، حروفش چجوری ساخته شده. حروفش سربی، اکثرا سربی. این سنگ رو با چی صاف کردن؟ با 11 تا مته دورانی متحدالمرکز که میگفت که این خیلی باید بزرگ باشه این دستگاه و خیلی سنگین، باید یه چیزی بسازن که بتونه در اون ارتفاع 100 و چند متری این رو نگه داره و این رو بسازه. آقا آلمانیا ساختن اینو. استاد میگفت که این 11 تا ماشین مته دایره‌ای متحدالمرکز این سنگ رو سابیدن، صاف کردن، جاش مونده. شما میبینی که یه مته اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. حالا شما یک مته دایره‌ای چیه؟ همون مته‌ای که برای کندن زمین استفاده میکنن، تونل ها. اون یه مقدار چیزه. شما فرض بکنید اونو هم یه مقدار گردش بکنید، بذارید اینجا، بگید که این سنگو چیز بکن. اینها جدیدن ساخته شده برای اینکه تاریخ بسازن. 2 تا هم ساختن. طبق گفته دکتر مهدی محسنیان راد در کلاس اینو به ما گفته، کتابم نوشته در این مورد. یکی رو فرصت نکردن بنویسن، یکی هم ساختن نتونستن بنویسن. اینها اومدن تمام آثار شما عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترک‌ها، بقیه ملل رو، مسجدهاشون رو، بازارشون رو، کلیساهاشون رو، هر چی که در تاریخ داشتن، معبدهاشون رو، بیمارستانی که داشتن، میدون داشتن، نمیدونم کفترخانه داشتن، حمام داشتن. آقا حمام باید آقا ایرانی ها وقتی غسل ندارن چطور میتونن حمام داشته باشن؟ حمام عمومی جاییه که شما غسل برید بکنید، یعنی شرعاً واجب باشه، مجبور باشید بگید آقا من برای اینکه نمازمو بخونم باید برم حمام. همون ندارم واقعا نداری. حالا اینا اومدن همه اینهایی که در این جغرافیا هست به نام خودشون مصادره کردن. همونطور که اومدن مثلا بعد از انقلاب اومدن اموال طرفداران شاه رو مصادره کردن. همین مصادره رو میان باغ‌های شما رو مصادره میکنن، کاخ‌های تاریخی شما رو مصادره میکنن، افراد شما رو مصادره. آقا ابن سینا رو مثال زدید. ابن سینا که و در هر حال مسلمان بوده و تمدن اسلامی داشته، به شما چه ربطی داره؟ ابن رشد اندلسی به شما چه ربطی؟ این چیز هست. خواجه نصیرالدین طوسی به شما چه ربط داره؟ ایشون تمدن اسلامیه، ربطی به ایران نداره که. شما وقتی میتونید بگید ایران که خواجه نصیرالدین طوسی، برای وقتی شما میتونید از ببینید آقای اینو بگم تموم، فکر کنم سوال بعدی رو شما مطرح کنید. شما وقتی میتونید از امیرکبیر حرف بزنید که بگید امیرکبیر در خدمت تمدن فارسی و فارس‌ها بوده، وقتی که در اون مسئله تاریخی فارس‌ها
بچی از اعراب در این کتاب سیاسی منطقه نداشتن، شما چطور میتونید بگی که ایشون برای فارس بوده؟ نه آقا، ایشون یکی از وزرای ترک بوده، تموم شد. یعنی شما نمیتونید یه هزاره رو، یه تمدن رو مصادره بکنید بگی مال من بوده، نمیتونید. بله. البته من در نهایت دوباره از جناب عالی تشکر میکنم، چون واقعا فرزندان ملل از این وقایع و حقایق باید شناسایی کامل داشته باشم. من از جناب عالی تشکر میکنم و این آخرین جلسه‌مون در رابطه با این مسائل نخواهد بود. ما همیشه مزاحم جناب عالی میشیم و به یه خدمتون دارم یعنی به بینندگان اضافه میکنم. در حال حاضر در آثار تاریخی سوس تا خود دیروز شاغلین یا در رابطه با همین کارهای فرهنگی بچه همون در الاهواز عریضه طولانی نوشتن به حاکم نظامی در الاهواز و در سوس که آثار تاریخی، بناهای تاریخی داره از بین میره که در داخل شهرهاست. به اضافه آثار تاریخی قدیم دارن الان البته در 2 دهه اخیر دارن تو زمین ها میدوزن، میبرن، حفر میکنن و میفروشن. همین مورد در سرزمین های ملل دیگه هست و البته ما به کلیه فرزندان ملل غیر فارس باید همینطور که استاد بزرگوارمون گفتن باید بریم مطالعه کنیم، باید بریم بگردیم. الان فرصت هست، وسیلش هست که ما تاریخ خودمون رو بدونیم، تاریخ ملل را بشناسیم و در آینده انشالله بیشتر در رابطه با استاد آقای انصاف علی خواهیم بود که مسائل و زوایای حقیقت جرم هایی که این نظام های متوالی از 100 سال به این ور سر ملت هامون آوردن برای بینندگان و کلیه فرزندان ملل روشن خواهیم کرد. به اضافه این موارد در رابطه با همین امروز آقای هدایت چیز بزرگی گفتن که آقا تاریخ ملل از بین میبرن، عمدن از بین میبرن. من یادم آقای هدایت 4 سال پیش یک کتابخانه هست در تهران بود فکر کنم که کتاب‌های ترکی یا آذری رو ترجمه میکنه به ترکی، تعطیل کردن. میفروشه. بله، یک کتاب کنه و بله خیلی و حتی همین مسئله در الاهواز تعطیل کردن، بستن و زندان کردن. حتی در رابطه با اسمها جناب علی 2 تا اسم قبل از اینکه در جلسه وارد بشیم اشاره کردید. الان در الاهواز در زمان به قول معروف صفویه حالا بگیم الاهواز عربستان بود، علامت اینکه این سرزمین عربیه. خوزستانش کردن. شهرهای بزرگ تاریخ. آقای عبدالرزاق، من یک کار تحقیقی انجام دادم روی اسامی کشورهای منطقه، استانها و اینها. دیدم که اکثر اسمها، مثلا شما نگاه بکنید حالا در فارسی شما میخواید بگید که یه جایی فلان چیز خیلی زیاده، میگید تاکستان، نخلستان، احسنت، پاکستان، افغانستان، هندوستان، گلستان، تاجیکستان، بعد لرستان، کردستان، ارمنستان، گرجستان. نگاه کنید شما منطقه رو هم، آسیا رو نگاه بکنید، آسیای غربی، آسیای نیمه شمالی، نه شمالی کامل، نه روسیه، اونجا رو تاجیکستان و ترکمنستان و مغولستان و تاتارستان و خیلی ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و نگاه کنید. یعنی نگاه کنید من دارم کشورها رو میشمارم و از این طرف برید به طرف هندوستان و اون طرف ها میبینید که همه کشورها عبارت است مثل نخلستان. نخلستان یعنی چی؟ یعنی جایی که هویت همین ملت، هویت همین ملت. آره
یعنی وقتی شما میگید که تاجیکستان یعنی اونجا هر تاجیکا هستن، وقتی میگه عربستان یعنی فقط عرب ها هستن. شما دیگه نمیتونید بگی اینو فارس بودن، این اسم فارسی که روش هست. اینو باید فرزندانمون ملل غیر فارس و خصوصا الاهواز که باید اینو به قول معروف حلق گوش بذارن که ملت فارس، ما نمیتونیم بگیم ملت فارس چون طبق تحقیقات ملت باید حداقل 4 تا گفتمان داشته باشه یا پایه یعنی تشخیص ملت یا هویت داشته باشن. و ببینید دارن چه کار میکنن و برای چی. یعنی 70% نفوس ملل داخل جغرافیای موسوم به ایران را فارس میکنن، فارسی کردن. و این دیگر حقیقتا این پیغام باید حتی به ملت فارس یا فارسیستان در واقع باید بگیم که آقا دیگه الان قرن 21، الان کوچک و بزرگ مسائل تاریخی فرهنگی و حتی امروزی ملت ها میدونن. پس ما باید یه روزی با هم بحث بکنیم در مورد کوری ایدئولوژیک. کوری ایدئولوژیک خیلی مهمه. ایدئولوژی ها انسان ها رو کور میکنه. شما وقتی که دیگه تسلیم پانیرانیسم شدید ایران، شما هر چقدر بگی من عربم نمیپذیره، اون هر چقدر بگی که من ترکم نمیپذیره. من مشکلم الان با بعضی از دوستان ترک بسیار شدیدتر از فارساست، برای اینکه این شستشوی مغزی شده، کوری ایدئولوژیک گرفته. ببینید همونطور که در ادیان هم هست، در ایدئولوژی مثلا کسی که ایدئولوژی اسلام رو به مفهوم تشریعی نه به مفهوم قرآنی، به مفهوم آخوندی و ملایی میفهمه، این میگه من هر کسی غیر از اسلام باشه کافره و مفرود الدمه. از یادش میبره که اسلام گفته که لکم دینکم ولی دین و اجباری در انتخاب دین نیست و گفته که اون پیغمبرای قبلی 124,000 تا هم مورد قبولمه. حالا این آدم تشریعی یعنی فکری، این آدم فکری میاد همه رو محدود الدم میدونه. برای چی؟ برای اینکه این ایدئولوژی کورش کرده. ما باید یه جلسه در مورد کوری ایدئولوژیک بحث بکنیم که مردم بدونن که علت این که انکار میکنن کوری ایدئولوژیک هست. یه بخشیش هم چیزی که من دیروز برای شما هم فرستادم اینه که ما آسیمیله میشیم و خودمون رو فراموش میکنیم، تاریخمون رو فراموش میکنیم. بله، با عرض تشکر مجدد از جناب علی و کلیه بینندگان عزیز در رابطه با موضوعات حساس و واقعی که کلیه بینندگان میتونن در رابطه با صحبت‌های پروفسور آقای هدایت نه من پروفسور نیستم. من شخصا درجات بالاتر از اینا دارید آقای هدایت، چون پروفسور یک لقب دانشگاهی هستش که بالاتر از استاد دانشگاهی و من نیستم. من انشاءالله در خدمتون هستیم. عرضم به حضورتون بینندگان عزیز، این حقایق باید همه بدونیم. حالا ممکنه خیلی از دوستان میگن آقا این همینطور که همیشه میگن آقا این میخواد ایران به هم بزنه، نمیدونم چه. آقا ایران کجاست؟ الان برای همه با صحبت‌های آقای هدایت روشن شد که اصلا ایرانی نداره. البته ما میدونیم حتی کلمه ایران همینطور که ایشون گفتن در تاریخ شمسی نمیدونم چی بهش میگن 1313، در میلادی 1936 37 وقتی 1934 زمانی که اشغالگران نیروهای نظامی تونستن سرزمین‌های ملل غیر فارس سیطره کنن، اون رؤسا و حکام مثل شیخ خزعل خدا رحمت کنه دستگیر کنن
و بکشن، اون وقت شرعیت برای خودشون پیدا کردن که اسم ایران رو سرزمین های ملل غیر فارس بذارن. الاهواز که اسم تاریخی این سرزمین هست که خود حکومت های قبل یا صفویان به اون عربستان میگفتن، و اون معناش که سرزمین عرب هاست، همینطور که بلوچستان و استان آذربایجان، همون مملکت آذربایجان، آره، و ترکمن و غیره. پس این حقایق را ما باید بدونیم و فارس ها باید اعتراف کنن. اگر میخوان چیزی که آقای هدایت گفتن اثبات کنن که اونها ملت هستن، باید تاریخشونو بدونن، جغرافیایشونو بدونن، فرهنگشونو بدونن. اون اساسی که آقای هدایت گفتن، اون فرمول یک ملت یا یک کیانه، حالا چه ایرانی چه فارس، چه ایرانی به عنوان ایران جدید که خودتون درست کردید برای خودتون، یا اون فارس، باید بیارید. آقای هدایت درست تشخیص دادن که اسلام هویت اسلامی با قرآن و معابد یا همون مساجد و غیره داره به ملت و دنیا میگه آقا من فرهنگ اسلامی هم. ترکا در مراحلی که آقای هدایت امروز شرح دادن میگفتن آقا ترک هم چون معبد دارن برای خودشون، جایگاه دارن، بیمارستان دارن، شهر دارن یا و الاخر به همین. پس بحث واقعا مهمه. ضمن اینکه دوست دارم دوستان و بینندگان صحبت آقای هدایت رو بیش از یک بار بشنون، خودشون هم برن تحقیق کنن از مصادر دیگه تا براشون روشن بشه که این ملتی که یا دولتی که الان میگن ایرانه اصلا وجود نداشته. با عرض تشکر مجدد از کل بینندگان و آقای هدایت تا دیدار بعدی انشالله. اگه امری ندارید، بینندگان تیک توک، اینستاگرام، اگه سوالی خاصی از آقای هدایت ندارن ما رفع زحمت میکنیم. اگه دوستان آقای ابونظار، اگه دوستان سوالهاشون رو بنویسن اونجا، من میتونم که براش سوالاشون جواب بدم. در خدمتتون هستیم. آقای هدایت هم با انگلیسی حساب تیک توک داره، من با ایشون دوستم در تیک توک، میتونید اونو به حساباتون اضافه کنید و اینستاگرامش هم هست با آقای انصاف علی هدایت که میتونید مستقیما با ایشون، و یوتیوب، ایشون هم یوتیوب داره، میتونید حسابای شخصی آقای هدایت انصاف علی هدایت رو دنبال کنید و مستقیم با ایشون هم صحبت کنید. خیلی متشکر، شبتون بخیر تا دیدار بعدی.